در این ویدیو قصد داریم در مورد تبدیل واحد سطح صحبت کنیم. قبل از اون باید بدونیم که 1 متر مربع یعنی چه مقدار. 1 متر مربع مساحت مربعی که هر ضلع اون 1 متر باشه. پس 1 متر ضرب در 1 متر میشه 1 متر مربع. حالا به چه شکل اونو به دسیمتر مربع تبدیل کنیم؟ بله، کاملا درسته. اگه مربعمون به ضلع 1 متر باشه، قبلا تو واحد طول میدونستیم که 1 متر برابر با 10 دسیمتره. حالا مربعمون هر ضلعش 10 دسیمتره. پس مساحتش چقدر میشه؟ کاملا درسته. 10 ضرب در 10 میشه 100 دسیمتر مربع. پس 1 متر مربع برابر با 100 دسیمتر مربعه. بریم قسمت بعد چند تا مثال با هم ببینیم. حالا که متوجه شدین 1 سانتی متر مربع برابر با 100 میلی متر مربعه، یعنی اگه مربعمون هر ضلعش 1 سانتی متر باشه، 1 سانتی متر برابر با 10 میلی متره. پس 10 ضرب در 10 میشه 100 میلی متر مربع. پس 1 سانتی متر مربع برابر با 100 میلی متر مربعه. حالا 6 سانتی متر مربع میشه چقدر؟ بله، کاملا درسته. میشه 600 میلی متر مربع. 1 دسیمتر مربع برابر با 100 سانتی متر مربع. پس 5 دسیمتر مربع برابر با 500 سانتی متر مربع، یعنی 5 ضرب در 100. داریم الگوشو پیدا میکنیم. 1 متر مربع برابر با 100 دسیمتر مربع. پس 7 متر مربع برابر با 700 دسیمتر مربع. همونطور که متوجه شدیم این واحدا پشت سر همن، یعنی متر مربع بعدش دسیمتر مربع، از بزرگ به کوچیک. وقتی متوجه میشیم که 1 متر مربع برابر با 100 دسیمتر مربعه، پس برای تبدیل متر مربع به دسیمتر مربع کافیه عدد متر مربعمون رو در 100 ضرب کنیم تا به عدد مورد نظرمون برسیم. پلکان تبدیل واحد سطح از بزرگ به کوچیک و از سمت چپ به راست برابر با کیلومتر مربع، هکتومتر مربع، دکامتر مربع تا میلیمتر مربع. و همونطور که مشاهده میکنید از هر پله به پله بعدی که میخوایم بریم باید در عدد 100 ضرب کنیم یا بر عدد 100 تقسیم کنیم. از بزرگ به کوچیک در 100 ضرب میشه و از کوچیک به بزرگ بر 100 تقسیم میشه و اگه 2 تا پله باشه 100 ضرب در 100 میشه 10,000 و اگر 2 پله باشه میشه 100 ضرب در 100 یعنی 10,000. یعنی از کیلومتر مربع بخوایم به دکامتر مربع تبدیل کنیم باید ضرب در 10,000 کنیم و اگه بخوایم از دکامتر مربع به کیلومتر مربع تبدیل کنیم باید بر 10,000 تقسیم کنیم و این پلکان تبدیل واحد سطح. بریم قسمت بعد. خب هکتومتر مربع اسم دیگهش هکتاره و هکتار یعنی مساحت مربعی که هر ضلع اون 100 متره. پس 1 هکتار اگه یادتون باشه برابر با 100 متره. قبلا میدونستیم که 1 هکتومتر برابر با 100 متره. اگر اضلاع این مربع هر کدوم 100 متر باشه، یعنی اگر به اندازه 1 هکتومتر باشه، میشه هکتومتر ضرب در هکتومتر میشه هکتومتر مربع، یعنی 100 متر ضرب در 100 متر میشه 10,000 متر مربع. پس 1 هکتار برابر با 10,000 متر مربعه. راه دیگه تبدیل واحد سطحمون استفاده از جدول تناسبه. در این جدول مشاهده میکنید که ما خواهیم کیلومتر مربع رو به متر مربع تبدیل کنیم. قبل از اون به این مربع دقت کنید. این مربع اندازه هر ضلعش 1 کیلومتره، یعنی برابر با 1000 متره. برای اینکه مساحتش رو به دست بیاریم باید 1000 رو ضرب در 1000 کنیم که میشه چقدر؟ 1 میلیون. پس 1 کیلومتر مربع برابر با 1 میلیون متر مربعه. اگه ما توی این جدول داشته باشیم که 1 کیلومتر مربع برابر با 1 میلیون متر مربعه، پس 5 کیلومتر مربع چقدر میشه؟
بله کاملا درسته. 5 میلیون متر مربع. حالا 1 متر مربع چند دسیمتر مربعه؟ آفرین کاملا درسته. 1 متر مربع میشه 100 دسیمتر مربع. حالا 3500 دسیمتر مربع میشه چند متر مربع؟ آفرین کاملا درسته. میشه 35 متر مربع. سوال بعد. 1 دسیمتر مربع چند سانتی متر مربعه؟ کاملا درسته. 100 سانتی متر مربع. حالا 1.2 دسیمتر مربع چند سانتی متر مربعه؟ بله کاملا درسته. میشه 120 سانتی متر مربع. در ویدیو بعدی قصد دارم آموزش تبدیل واحد حجم رو داشته باشم. پس ویدیوها رو دنبال کنید.